بازم این مقام عظما و استراتژی ولایت و نظام الهی ماست که صحنه گردونه همه تحولات منطقه و جهان اسلام و غیر اسلامه. از تونس مصر شروع شد، تو کشورهای دیگه ادامه پیدا کرد، تو لیبی خاک عالم آدم تو سرمون شد، تو سوریه آیه دکتر بزنبادر نمیدونم که تو سوریه چی میشه و بعد سر نظام الهی خودمون چی میاد. آی دکتر با شما هستم، با این پوزی که شما گرفتین دل آدم میگیره. آخه تو نظام هیچ کس غیر از شما نمیدونه که بالاخره چی میشه. بابا خاموشی اینجوری که نمیشه برنامه اجرا کرد. اجازه میدین روشنتون کنم یه هولیانیش گاز؟ صاحب کابینم ناکس بشین سر جات. تقصیر ما شد که از اول به تو رو دادم که حالا کیلومتر از من آستری میخوای. ناکس اگه از اول همون موقع که مناسب و مناقب ما رو جا انداختی گوشتو کشیده بودم یه تعدیب کوچولو کرده بودم با یه نیشگاز کارت به اینجا نمیکشید. ناکس حالا میخواد ما رو روشن کنه. ناکس رو نگاه در مناقب شما آیه دکتر که شکی نیست. اقیانوس بیکران استراتژیکی مگه چند تا تو دنیا داریم؟ آفرین. با تصدیق پای یک بین المللی بله ابر استراتژیست تک‌تاز جاده‌های پرپیچ و خم تاریک استراتژیک راه باز میکنه و خط پیش میبره و کار میکنه و دکتری هست که لنگش تو دنیا پیدا نمیشه. آیا دمت گرم که یک کمی از حقیقت و همچین روشن گفتی. یه مختصری سر حال اومدیم. انشالله یه بار که من تو وضعیت درب و داغون گیر میکنم شما از این حرفا بزنین تا منم سر حال بیام. آخه باید خودت یه چیزی داشته باشی که بتونم آب بریزم توش از این حرفا بزنم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که تو مجلس ختم بابای یارو ملت اومدن تسلیت بهش گفتن. گفت خیلی ممنون که تشریف آوردین، انشالله زودتر بابای شما هم بمیره ما هم بیایم جبران کنیم. روشن شد یا بیا برات جبران کنم که نفهمی از کجا خوردی. آیه دکتر بزنبادر یه نامه داریم از صالحی نوشته. علی اکبر صالحی؟ بله. آس امر و آس بله گفته که آفرین به درایت نظام که به روی خودش نیومد که انقلاب لیبی محکم خود تو پوزمون. به نظر من باید خودمون رو خوشحال نشون بدیم تا استکبار نفهمه چه بلایی سرمون اومده و چی تو دل این مقام عظمای بدبخت میگذره. تو هم با این طرحت دست چرچی رو از پشت قپونی بستی. با این عادی سازی مشنگ دیش ماهواره رو یارو مشنگه گذاشته بود رو پشت بومش برای اینکه کسی نفهمه روش نوشته بود کولر. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن بزرگترین مصیبت برای آدم اینه که این صالحی نه علم و علوم برای حرف زدن داشته باشه نه شعور برای خفه خون گرفتن. بله آقای دکتر مرحوم ابویتون همیشه میفهمودن بزن بهادر شما عرض میکردین بله میفهمودن مشنگه یه گونی شکر خرید برای اینکه موچا نفهمن روش نوشت نمک. روشن شد یا خوشم اومد از مرام و معرفتت. معلومه که مصریه از من به سرایت کرده که اینجوری با مرام. بله آیه دکتر الان بد جوری محاصره شدیم. معمر که رفت نوری هم که دادگاهیش کردن بشار هم لب سرسرو روی سکو هست. قطعنامه شروع شده بیچاره بد جوری ترس برش شده شبا خواب نداره. تازه چیزیشه که نفهمیده خوش باهارش که زیاد اهل فهم و شعور نیست تازه نفهمیده اینطوری شده. اگه میفهمید چی میشد؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه با یکی دعوا شد دید زور طرف که خیلی مرسی هیکل بود زیاده فرار کرد رفت بالا درخت. طرف اومد گفت اگه بیای پایین خودم میکشمت. مشنگه شروع کرد به گریه کردن گفت دروغ میگی میخوای منو بزنی. روشن شد یا همچین بزنم که بیفتیم پایین درخت. آیه دکتر اگه یه طوری میتونستیم از قصد و غرض این کشورهایی که علیه سوریه و اینا قطعنامه تصمیم میکنن با خبر بشیم خیلی خوب بود. شاید بشه یه جاسوس یه چیزی بفرستیم اونجا. پام به پا نچایی جانی دلار دیگه چی بوده که جاسوس بخواد برامون در بیاره؟ دیوونه به اون یکی گفتش که میخوام یه دستگاهی اختراع کنم که باهاش اون طرف دیوار دیده بشه. اونم گفت زحمت نکش قبلا اختراع شده بهش میگم پنجره. خودشون تو قطعنامه نوشتن میخواد چیکارمون کنن دیگه. یه بسیجی که خودشون نوگل شکفته تو باغ استراتژی نظام میدونه نوشته که من مرتب تئوری های استراتژیکی میدم. الانم برای خودم شدم یه پا بزن بهادر. اوه
عنکبوت که دوپینگ اضافه بکنه به جای تارعنکبوت پتو میبافه. ما رو ببین که گیر چه مشنگی افتادیم، همه رو برق سفاز میگیره، ما رو جرقه پتو. حالا چی نالیده این فیساغورس نظام؟ نوشته چرا اینقدر نگران سوریه باشیم؟ کار خودمون رو صفر بچسبیم. میترسم حواسمون پرت سوریه و عراق و غیر ذالک بشه، بی هوا ضربه رو بخوریم. آیه دکتر ببین برادر بسیجی، تو خیلی حیفی، تو واقعا حیفی. اینجا کسی قدر تو رو نمیدونه. اگه بری هندوستان اونجا یه سری هستن که تو رو میپرستن. آخه مشنگ، من چطوری حالیت کنم که مجبوریم خطمون رو اونجا ببندیم؟ سربسته میگم، میدونم که نمیفهمه ولی دیگه چه کارش میکنم. یه سوال میکنم، اگه بخوای انگشت یه بسیجی رو بشکنی چه کار میکنی؟ نمیدونم آقای دکتر. هیچی، با مشت میزنی تو دماغش. چرا؟ بازم نمیدونم. چون که همیشه دستش تو دماغشه. مطمئن‌تر از اونجا گیر نمیاری برای زدن به انگشته. آیه دکتر بزن بهادر، شما همیشه باید یک نمکی رو زخم دل من بپاشی. آخه تو مگه نمیدونی که امام مقام عظما خودشونو یه بسیجی معرفی کردن و گفتن ما چرا بسیجی هستیم؟ حرفی که امام مقام یه مشت بزنی تو دماغ مقام عظما.